پایان داخل رستوران آجی جای است. کباب هم است، کرایی هم است، شیریخ هم است. پارک زرنگار است، داخل دریا است. بیادر خوب است لالا صد خوب است. جور است، خوب است بیادر جان، جور است. قربان سلامت باشی. اول پیش از همه که سوال کنم از خدا معرفی کو با دوستان. خب معرفی کنم، خودم سیلاب جان هستم. فهمیدی به میجه مادم، فهمیدی برکار مادم، فهمیدی دیگه وایزای مگذره سعیس کاروبار بیخی سقوط است. نه بله. چه وقت میشه در قرقه هستی؟ ما تقریبا که میجه هستم 13 سال میشه در میجه هستم. فهمیدی می قرقه هستم. فهمیدی نام خود چند ساله هستی که 13 سال میشه؟ ما که هستم 27 سال هستم بیادر. 27 سال هستی؟ خب کپا از خودت است یا نه شاگرد است؟ من اینجا مشغول هستم. فهمیدی چطور سال مشت میرسه برات یا نه؟ حالا ماش دیگه تو بگو که نیم به نیم میرسه. فهمیدی پیش دال میرسه ماش نه؟ نه خیر ببینی ها نمی رقم است. پیش که بوده که ماشا پورا میرسید حالا نمیرسه واقعا. فهمیدی خب چیزی که قسمتت است دیگه. البته همه که قسمت است دال بخوری ماش نه. بله. خب چرا ازی بگو چشم رو سرما کردی؟ ما کس عاشق بودم نه. یکی از خاطرات عاشقیت در خینال قصه که دیگه اینجا کل کسایی که نمیال بیننده تو هست کل عاشقاست منتظر نمیفکویا داستان عاشقانه خودت هست. ما که روز که تولد شدم فهمیدی سر روز چپ خودم میشناسم. این چشم دائما سیاه می باشه. اگه سیاه نکنم فهمیدی باز دیگه این دنیا بیخی سرم نمیلگه. فهمیدی هیچ همیشه مترسی دم یک تا رقم است. مگه سرما نکنم فهمیدی که یک جنگو که دیگه جنگو فهمیدی این رقم است. یگان تا از میگه اگه نان نخورم اعصابم خراب میشه و از تو سرما نکنی. نه دیگه ما طاقت گوشنگی رو دارم. مگه نان نخورم چیزی مشکل نیست که سرما برام باید برسه. اصل جایت از کجا؟ ما اصل جای ما جلال آباد هستم. از کدام است جلال آباد؟ از سراچه هستم. بله. اما تمام عمر دیگه دمیجه تیر که در کابل یا نه در جلال آباد هم در بودی؟ جلال آباد هم تیر کردم. تیر نکم خودم می بند خرغ زیاد تیر کردم. کاروبار در جلال آباد چی بود؟ اوجام کبابی میکردم فهمیدی. کبابی؟ خیلی یکی از این قصه های میگه رمز این کباب چی است؟ رمزی که مثال که زیادتر جلب توجه کنه مردم. این رمز داره خودش نه رمز میداشه و شفره میداشه بدون از اینکه میگن کباب کارایی که صدا میکنی خب بسیار یک چیزای عادی است یا نه چیزی که جلب توجه کنه نفره. باید چیز صحیح برای مهمان بتی فهمیدی. مهمان صدا کنی فهمیدی به قدر عزت پاک ستر منظم بشونی فهمیدی. یگام چیزای صحیح را برش ببری فهمیدی کنمو مشتری بر جذب شه فهمیدی. دیگه دفعه اگر حال 5 نفر ما دیگه دفعه فهمید 20 نفر کش میکنه. بسیار این بچه خوب است. نان خوب صحیح فهمیدی بیا که میجا بریم. کدام وقت شده که از کس پیسه نگرفته باشی؟ زیاد آمده. پیشش فهمیدی که آمده بلش مثال 1800 شده باش فهمیدی با آدمی 500 فهمیدی که دور مادیم فهمیدی گفته دیگه دفعه مودم با پیسه جمع میتم. خب بسیار خوب. خاطرات جالب در زندگی چی بوده؟ چه رقم؟ خاطرات جالب که داشته باشید این کاروبار داشته باشی. یکی از خاطرات خوشت بگو. باید دیگه فهمیدی ما دائم سر کار باید باشیم فهمیدی. همیشه خاطرات نداری از دیگه؟ نه دیگه فهمیدی. اما یک چیز از یادت رفت که گپ پیشتر تیر که گپ عاشقی ته برمونه گفتی. نه دیگه با عاشقی فهمیدی. عاشقی خود دادم سرشت گرفتم عاشقی را. نه بله بیخی دیگه. مطمئن هستی؟ مقصد تو اون کسی که میبینه بیننده از دیگه گرفتم دیگه. دوست رفیق مقصد میفهمه کلش. صحیح چیز مشکل نیست فهمیدی. گرفتم. از خود بود یا بیگانه؟ از خود بوده که میگن دی وقتا تویانه پایان شده. اینال در دوره خودت که عروسی کردی تویانه بلند بود یا پایان؟ تو بگو 4 لک مصرف ما ده که مکمل شیرینی خوری عروسی هیچ مصرف نکردی. دیگه از خود بود دیگه. از خودم باشه. خب فرق میکنه نه؟ ما جرا غریب بودم فهمیدی به خاطر زی دل سوختانده که فهمیدی سرما بسیار ماین بوده که گفت اینا پیسه گفتم دارم در غیر زیاد پیسه ندارم واسم نمیکشه گفت برو سه میره. غریبی چی بودی 4 لک روپیه مصرف خود دیگه 4 لک چیست دیگه. مرا کم یار 4 لک بودی خبر داری 4 تا زن میکنه. صحیح دیگه فهمیدی. لقب پقه خو پیدا میشه فهمیدی. همین که به نام نیک عروسی کردی و سربلندی عروسی کردی نمی بهتر است. آخرین پیامت با جوانان و کسایی که البته در این شرایط کار میکنن زحمت میکشن و وقت شاید 10 تا نان در روز خانه بردن حالا اگر 2 تا میبرن چی از پیامت داره؟ نفهمیدم. آخرین پیامت با جوانایی که البته کار میکنن زحمت میکشن یعنی در گذشته ها فکر کاروبار بهتر بود یا کمتر بود هر چیزی بود داد خداست اما حال در هر شرایطی که هستن براشون چی است؟ حال چیزی نیست دیگه فهمیدی فعلا. نیست. نه دیگه. اگه بود که فهمید خونه میبرن اگه نبود دیگه نمیبرد. خب اگه ما ورت یک تقاضا کنم بگم بیا بریم طرف ایران چی؟
نه دیگه با ما نمیرم ایران چی کنم فهمیدی؟ خب سلامت باشی، زنده باشی. از اینکه جواب سوالای ما رو دادی، زنده باشی. خواستیم که یک پیام از این جوان‌ها داشته باشیم امروز از این بند قرقه که از هر کسی بود، مثال از شیعه اخوالا بود، کسایی که حسب البته داشتن کاربار میکنن، خواستیم از هر کدومش پیامای داشته باشیم. سلامت باشی. زنده و سلامت باشی جان. همیشه هم تو چشمات پر از سرما باشه که سردرد نشی. زنده باشی.